درود دوستان، هفته میامدگی روزی جمعه روزی 3 اکتبر در گروزیا تورنیر می شود در لیگ بریف. در این تورنیر ورزشگری تاجیک خورشید نظرف با ورزشگری گرجستانی گروزیاگی رقابت می‌ورزد و خورشید نظرف 10 مسابقه بردگی است، 1 تا باختگی است. ورزشگری گرجستانی گروزیاگی 10 مسابقه بردگی است، 2 تا باختگی است. لاشا ابرامیشویلی ورزشگری گروزیا، ورزشگری تاجیک خورشید نظرف. بچه‌ها من تماشا کردم 1-2 تا مسابقه امو ورزشگری گرجستانی را راستا دوست می‌داره جنگ کنه، فقط راستا دوست می‌داره جنگ کنه. این جالبه برای که اگر که هر دو ورزشگر راستا جنگ کنن این خیلی ورزشی فوق العاده میشه و تماشاش جالبه، چون که ورزشگرا فقط راستا جنگ میکنن، زیاد ضربه میزنن همدیگه را در پارتر خو نمیروند، گوشتی نمیگیرن. این هم خیلی برای تماشابینا مهمه. دوستان فکر خودت در کامنت ها نویسید خورشید نظرف میبره در این مسابقه روزی 3 اکتبر یا کی لاشا ابرامیشویلی از گروزیا. من خورشید نظرف رو دستگیری میکنم و امیدوارم که در روزی 3 اکتبر خورشید نظرف دست بالا میشود در گروزیا. این در وطنی همون ورزشگری گروزیاگی میشود، برای همین ما باوری داریم که خورشید نظرف همون حسی وطن دوستی خودش نشون میده و دست بالا میشود. برادرو در کامنت ها خورشید نظر رو دستگیری کنید، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید و 3 اکتبر هفته دیگر روزی جمعه این تورنیر برگزار می شود در گروزیا. خدا یار و یاورتان بود.